дуруд бинандаҳои азиз ва тамошобинони гиромӣ, боз ҳам барномаи таҳлилии 90 дақиқа роҷеъ ба чемпионати Тоҷикистон манзури шумо мегардад ва мо имрӯз дар барнома роҷеъ ба бозиҳои моҳи июл ҳарф хоҳем зад. Бозиҳои ҷолиб ва диданӣ дар моҳи июл баргузор шуданд, ки мо ҳоло роҷеъ ба беҳтаринҳо ва инчунин ҳассосияти ҳамин рақобатҳо хоҳем гуфт. خب دوستان عزیز، ما گفتیم که در ماه ایول دو در برگزار شد. این دورهای هشتم و نهم چمپیونات لیگ اولی بود که با همین مرحله اولی چمپیونات هم با پایان رسید و در مرحله اولی چمپیونات دسته استقلال پیشرفت یگانه مسابقه گردید بعد از 9 دوره رقابت‌ها. و بیایید با جدول رقابت‌های ماه ایول توجه کنیم که کدام دسته از همه بیشتر امتیازهای لازمه را به دست آورده است. خب استقلال در دو بازی خود دو غلبه به دست آورد با 6 امتیاز در زمینه اول. آنها یگان گل به دروازه خود سر ندادند. خوجند هم همین طور هست، اما نسبت به استقلال آنها دو گل کمتر به هدف رسانیدند و کلوب مرکزی ورزش ارتش هم به قطار همین دسته ها شامل است که در دو بازی ماه ایول 6 امتیاز به دست آورد. کوکتوش و خطلون 4 امتیازی به دست آوردند. دوشنبه 83 استرافشان و رگارتاداز 1 امتیازی، لوکوموتیو پامیر و باشگاه فوتبال فایسکند در این ماه یگان امتیاز به دست نآوردند و از حریفان خود با شکست مواجه شدند. خب دوستان عزیز، بیاید اکنون متوجه شویم که سه دسته پیشرفت جدول چمپیونات تاجیکستان استقلال، خوجند و کلوب مرکزی ورزش ارتش در ماه ایول چگونه نتیجه ها نشان دادند. خب متوجه میشویم با آمار دسته استقلال در ماه ایول که شاگردان ویتالی لفچنکا دو بازی برگزار کردند. سراول فایسکند را با حساب 4-0 در سفر با بخت روبرو کردند و بعدا در میدان خود با حساب 1-0 بر آوتسایدر چمپیونات پیروزی به دست آوردند. خب تیم خوجند شهر خوجند باشد در ماه ایول دو بازی برگزار کرد. آنها سراول بر لوکوموتیو پامیر در سفر با حساب 2-0 غلبه کردند و دوشنبه 83 را با حساب 1-0 در میدان خود شکست دادند. خب دسته دیگر کلوب مرکزی ورزش ارتش در این ماه دو بازی برگزار کرد که در هر دو بازی هم پیروزی به دست آوردند. شاگردان سرگئی ژیتسکی بر رگارتاداز با حساب 3-1 و بر استرافشان با حساب 2-1 در سفر پیروزی به دست آوردند و همین طور دسته مذکور موقع خود را در جدول چمپیونات لیگ اولی بعد از این نتیجه ها مستحکم تر کرد و فکر میکنم در مرحله دوم چمپیونات این دسته میتواند مقابل استقلال، خطلون و خوجند نتیجه های خوب هم به دست آورد. خب بیاید دوستان ارجمند اکنون متوجه میشیم که در ماه ایول که گفتیم دو دور برگزار شد چگونه حادثه ها و رویدادها با اشتراک داوران و اینچنین بازیگران به عمل آمد. توجه میکنیم با جدول همون آمار رقابت ها اصلا 44 کارت زرد. فایسکند در زمینه اول قرار دارد که اونها 6 کارت زرد گرفتند و 2 کارت سرخ در دو بازی دور. کوکتوش هم 6 کارت زرد گرفته است اما کارت سرخ نگرفته است. دوشنبه 83 نیز در دو بازی 6 کارت زرد گرفته است. استقلال، استرافشان، خطلون، کلوب مرکزی ورزش رگارتاداز پای هم موقع خود را در این جدول اشغال کردند و از همه تیم هایی که در ماه ایول نتیجه بهتر دارند خوجند و لوکوموتیو پامیر. سراول لوکوموتیو پامیر که شاگردان موبینرگاشف تنها در دو بازی 2 کارت زرد گرفتند که این در هر یک بازی با یک توگی راست میاد که نتیجه بهترین هم برای هیئت جوانان دسته لوکوموتیو پامیر به حساب می رود. خب دوستان عزیز، عموما در دورهای هشتم و نهم و بازی های ماه ایول 30 گل به قید گرفته شده است. به حساب میونه در هر یک بازی 1/5 گل به هدف رسیدند. در عموم که این نتیجه هم بد نیست در دو بازی که دو دوره که در ماه ایول برگزار کرده شد. خب دوستان عزیز، ما چطوری که گفتیم 30 گل به هدف رسید ولی از میان 30 گل 5 گل بهترین هم معین شد که حالا منظوری شما میگردونیم این 5 گل با اشتراک بازیگران دسته های اشتراکی لیگ اولی.
خب دوستان عزیز، چطوری که گفتم 5 گل در ماه ایول معین شد، 5 گل بهترین که از این 5 گل 2 تاش با یک فوتبالباز متعلق است. این هم نیمه‌محافظتگری دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش شیروانی محمدشریف می باشد و طبق فرضیه شبکه ورزش بهترین ها معین می شود که بهترین گل ماه ایول نصیب شیروانی محمدشریف گردید از باشگاه فوتبال ارتش که او در بازی مقابل ریگارتاداس با زدن چنین گلی زیبا دستیاب شد. واقعا هم شیروانی محمدشریف در ماه ایول نتیجه های خوب در حیاتی دسته مذکور نشان داد. خب دوستان عزیز، میگذاریم با قسمت دیگری برنامه و حالا ما چطوری که میدونیم مرحله اولی چمپیونات تاجیکستان با پایان رسید. یک قطار رقابت‌ها نیز برگزار شدند و اینچنین جام تاجیکستان نیز شروع میگردد. یکی از حالت‌هایی که در فوتبال تاجیکستان امروز با میان آمده است، این البته بحران بعضی از باشگاه‌ها که نمی‌توانند فوتبالبازان اساسی خود را به دست آورند، مخصوصاً باشگاه فوتبال ختلان که 3 نفر از بازیکنان اساسی این تیم دست را ترک کردند و 2 نفر آنها الکی رسما فوتبالبازی باشگاه فوتبال خوجند شدند، نعیمجان ابراهیمزاده و احسان بابویف. و وضع دسته ختلان برای ما و شما معلوم است دوستان ارجمند که از لحاظ مالیوی تنقیصی دارد و راهبری عموما شهری باختر و اینچنین ولایت ختلان تا حال برای دستگیری دسته و باقی ماندن این تیم در لیگ عالی چاره‌های مؤثر ناندیشیدند و احتمالیت رفتن دسته از لیگ عالی هم در مرحله دوم چمپیونات تهدید میکند. این بسیار یک ضربه سخت برای فوتبال تاجیکستان به حساب خواهد رفت. خب برنامه رو ادامه میدیم دوستان ارجمند. در ادامه ما یک چند امورها و اینچنین بهترین های دور رو معین میکنیم و حالا میگذاریم با هیئت رمزی ماه ایولی چمپیونات تاجیکستان که گفتیم 2 دور برگزار شد. خب بیاید متوجه شویم با هیئت رمزی که کیها با این روی خط شامل شدند. 11 فوتبالبازی بهترین از دسته های پرقوت لیگ عالی شامل گردند. در دروازه رستم یتیموف از باشگاه فوتبال استقلال شامل گردید. واقعا هم رستم یتیموف دوستان ارجمند در ماه ایول در هیئت دسته استقلال با 2 بازی که برگزار کرد یگان توپ به دروازه خود صرف نداد و توانست مقابل دسته فایسکند و مقابل دسته لوکوموتیو پامیر خوب بازی کند. دروازه‌بان تیم ملی کشور در موسم امسال نوبست از اون که گل‌های زیبا رو هم از جانب حریفان سر می‌دهد، ولی یک موقع استوار برای باشگاه فوتبال استقلال به حساب خواهد رفت. در برابر رستم یتیموف می‌توانست با هیئت رمزی دور مهرالدین حسنوف از باشگاه فوتبال خوجند شامل شود که در 2 بازی هم گل سر نداد. فکر می‌کنم دبیوت مهرالدین حسنوف در موسم امسال چمپیونات لیگ عالی خیلی خوب پشت سر شد و اینچنین ایوان پانامارنکا که در ماه ایول هم او خوب نشان داد در هیئت دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش. خب در خط حمایه از کنار چپ میدان حمایتگر دسته ختلان حسین نورماتوف قرار گرفت. فوتبالباز جوان دسته ختلان یکی از چهره‌های اساسی در موسم امسال چمپیونات تاجیکستان بین دسته‌های لیگ عالی است، اما این فوتبالباز که انتظار داشتیم با تیم ملی دعوت می‌شود با تیم ملی هم دعوت نشد. یکی از چهره اساسی من فکر میکنم در همین موقع میدان است. عموما یادوار میشم دوستان ارجمند که با تیم ملی باید همین گونه چهره ها دعوت شوند تا برای در آینده هنرنمایی کردن در تیم ملی کشور هم سهم ارزنده خود را گذارند. در هیئت دسته ختلان در این موسم غیر از حسین نورماتوف فوتبالبازان صاحب استعداد خیلی زیاد بودند. سوربون افغانوف، نعیمجان ابراهیمزاده، پرویز باقی اوخونوف، خدایداد اوزاقوف، کرامتالله سعیدوف و دیگر فوتبالبازانی که هیئت اساسی این دسته را پورا کرده بودند. خب در خط حمایه مرکز 2 نفر قرار دارند. اینها اویبک عبدالغفاروف از دسته خوجند و الکسی لارین از باشگاه فوتبال استقلال که هر دو هم در این موقع قرار گرفتند و از کنار راست فردوس چقالوف که او هم یکی از چهره‌های اساسی در موسم امسال بود که با هنرنمایی ولاش در کنار میدان خوب درخشید، ولی فردوس چقالوف هم با هیئت تیم ملی تاجیکستان دعوت نگردید. یکی از بازیگرانی است که حالا در موقع خود در موسم امسال چمپیونات تاجیکستان یکی از بهترین ها هم هست. یادوار میشیم که فردوس چقالوف
дар гузашта қабл аз бошгоҳи футболи Хуҷанд дар ҳайати дастаи клуби марказӣ варзиш ҳунарнамоӣ мекард ва ёд дорем ки дар як мавсим чӣ гуна ӯ муаллифи 8 гол шуда буд ки дар ҳайати дастаи Хуҷанд ҳам ҳоло ин футболбоз аллакай ба задани гол даст ёфтааст. Хуб, дар маркази майдон дар ҳайати рамзии давр махсусан аз канори чапи майдон шомил гардид Шервони Мабадшоев. Бе ягон шаку шубҳа Шервони дар моҳи июл беҳтарин буд дар ду бозии дастаи клуби марказӣ варзиш Артиш ки маҳз 6 имтиёзи дастаро голҳои задаи ин футболбоз оварданд. Умуман Шервони Мабадшоев дар моҳи июл дар ду бозии сафари ва хонагии ин даста тавонист 4 гол ба дарвозаи ҳарифон ворид кунад, махсусан муқобили дастаи Регартадаст дар майдони худ ва муқобили тими Истаравшан дар сафар ки ӯ воқеан ҳам хуб ҳунарнамоӣ кард. На танҳо ҳунарнамои ӯ зебо буд, балки голҳои задаашам ба дарвозаи ҳарифон дар сатҳи баланд иҷро шуданд. Хуб, дар баробари Шервони Мабадшоев дар ҳайати рамзии даври чемпионати Тоҷикистон дар ҳайати рамзии моҳи июл ки طبق فرضیه تلویزیونی ورزش است، فیروز بوبیف هم دسته شیروانی مبادشوف قرار دارد. نیم محافظتگری دسته مذکور در موسم امسال یکی از بهترین بازی‌هایش را در فعالیت فوتبالی خود برگزار میکند. فیروز بوبیف اصلا بازیگر تکیه‌گاهی و نیم محافظه مرکز است که همیشه در حیاتی دسته حربیون نقش اساسی گذاشت. خب در برابر فیروز بوبیف همچنین با حیاتی رمزی دور شامل گردید فوتبالبازی دیگر از باشگاه فوتبالی استقلال، این علیشر جلیلوف است، نیم محافظتگری که توانست در دو بازی ماه ایول سهمی خیلی هم بی‌نظیر گذارد و ما به این خاطر او را با حیاتی رمزی دور شامل کردیم. خب در کنار راست میدان دوستان ارجمند حالا هنرنمایی گویم که شامل گردید در نیم محافظه مرکز باز یک بازیگری صاحب استعداد، این از باشگاه فوتبال رگارتاداس نیم محافظتگری دسته رگارتاداس می باشد. با رمزی دور شامل گردید نوزیم باباجانوف، او هم در ماه ایول خوب هنرنمایی کرد، بس از آن که رگارتاداس تنها صاحب یک امتیاز گردید. نوزیم باباجانوف احتمال است که بعد از مرحله اولی چمپیونات تاجیکستان ترک باشگاه رگارتاداس کند. سر و صداها در مورد رفتن نوزیم باباجانوف با یک چند دسته مخصوصا باشگاه فوتبالی خوجند و دسته های دیگر زیاد است و نوزیم در کدام دسته هنرنمایی میکند وقت نشان میدهد. در خط حمله هیئت رمزی دوستان ارجمند دو نفر از چهره اساسی در ماه ایول شامل گردیدند. اینها الهامجان باراتوف از باشگاه فوتبال استرافشان که هنر و مهارت الهام باراتوف را ما خوب میدونیم که چگونه خوب هنرنمایی کرد و در برابر او الچیبک رشیدبکوف قرار گرفت از دسته دوشنبه 83. این حملهگر هم با هنرنمایی والایش در ماه ایول در هیئت دسته دوشنبه 83 خیلی و خیلی خوب هنرنمایی کرد. خب مربی هیئت رمزی دور دوستان ارجمند سرگئی ژیتسکی طبق فرضیه شبکه ورزش اعتراف کردید که در دو بازی این دسته 6 امتیاز به دست آورد و توانست دسته را از زینه‌های پایانی به زینه‌های بالای جدول برآورد. خب دوستان عزیز، این بود هیئت رمزی ماه ایولی چمپیونات تاجیکستان که 11 نفر فوتبالباز بهترین و مربی بهترین ما شامل گردید. خب همکاران ما اشاره کردند که رهبر باشگاه فوتبال ختلون هم در تماس شدند و اگر ما امکان داشته باشیم میتوانیم با اسرای شریفوف هم صحبت شویم راجع به وضع دسته و اینچنین حالتی که با عمل آمد. سلام علیکم. سلام علیکم. این برنامه 90 دقیقه است. عذر که شما رو تشویش دادیم. اگر امکان میشد در مورد وضع دسته که دسته ختلون در چگونه حالت قرار دارد کمی صحبت میکردیم. سلامت باشید. این زمان دسته ختلون مرحله اول رو جنبست نمود. در طور که با همه معلوم است در جای سیوم افتخاری مرحله اول رو به آخر رسوند. وضع دسته وضع مولویش حالا هم تغییر نیفتاد، چه خیلی که بود همون خیلی است. ما با مقامات
اجرای حکومت دولتی شهری باختر همچون مؤسس ما مراجعت نمودیم. حاضر کار رفته ایستاده است و با ما گفتند که از امکانیت های موجوده کمک میرسانیم. خب چی طوره که ما اطلاع داریم دسته خطلون همچون مؤسسه دولتی ورزشی نامنویس شده است، همین طور نه؟ بله. مبلغ جدا نمیشود از حساب بودجت مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت و شهر باختر؟ ما با مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت مراجعت نمودیم، لیکن تا حال ما اون درخواستی که دادیم اون درخواست مثال اجرا نشده است. ما باوری داریم که این در روزهای نزدیک از روی که ما کار برده ایستادیم از امکانیت های موجوده با ما کمک رسانند. اگر کمک رسانیده نشود چگونه است؟ دسته میتواند در مرحله دوم چمپیونات هنرنمایی کند؟ بله میتواند برای آنکه برای ما در یک سال مبلغ معین جدا شده است و او در آخر موسم تعرضه شده است و ما با اون حیاتی که عین حال داریم با همان حیات تا آخر چمپیونات بازی‌ها را تا به آخر میرسونیم. اما نعیمجان ابراهیمزاده و احسان بابویف رسما аллакай دسته را ترک کردند و باز کیها تیم خطلون را ترک نمودند. آیا این تاثیر نمیرساند به هنرنمایی دسته در مرحله دوم چمپیونات؟ البته هر دو بازیگر حیاتی اساسی هستند و اون که اون درخواستی که اونها کرده ایستادن ما اجرا کرده نمیتوانیم از جهت مالیوی. برای همون ما قطعی قرارداد با هر دو بازیگر قرارداد رو قطع کردیم با مصلحت دو جانبه. سر و صداها هم است که کرامت‌الله سعیدов هم ترک خطلون میکند. این تا کجا اساس دارد؟ تا حال ما با کرامت‌الله در این موضوع صحبت نکردیم. امروز دسته تمرین دارد. میبینیم اگر مراجعت کنم نشینیم گفتگو میکنیم. امکان نبود که همین بازیگران نگاه داشته شوند در هیئت دسته خطلون؟ تکرار شدم میگم اون درخواستی که آنها کرده ایستادم دسته آماده نیست با اون درخواست آنها رو قناعتمند نماید. بله درست است. دسته به همه معلوم است. بله ما هم امید میبندیم که در مرحله دوم چمپیونات حتما توجه از جانب مسئولین به دسته خطلون زیاد می شود و این دسته میتواند هنرنمایی والای خود را که چگونه در مرحله اول نشان داد ادامه دهد. ما هم باوری داریم از فوتبال بازی جوان ما تکیه به مکتب خود میکنیم و با بازیگران جوانی که در حیات جوانان برآمد دارند و در حیات دسته هستند با همانها برآمد نموده حرکت میکنیم که برای جای افتخاری کوازمویی نماییم. تشکر زیاد که راجع به وضع دسته با ما در تماس شدید. سپاس و به دسته شما هم برار میخوایم. باور داریم که بعضی از فوتبالبازان اساسی که حالا در هیئت دسته هستند نگاه داشته میشود و دسته باز میتواند در مرحله دوم چمپیونات خوب بازی کند. خب دوستان عزیز، روبروی باشگاه فوتبال خطلون اسرائیل شریفov بودند که راجع به چند سوال ما به وضع دسته خطلون جواب گفتند و وضع دسته واقعا هم نگران کننده است. نو بسته از اون حالا دسته در مرحله اولی چمپیونات خوب هنرنمایی کرد و اینچنین وضع دسته ریگارتاداس هم نگران کننده است. چند تن از فوتبالباز اساسی این دسته تیم رو ترک گفتند و در مرحله دوم چمپیونات ریگارتاداس چگونه هنرنمایی میکند این رو وقت نشون میدهد. خب بیایید میگذاریم با ادامه برنامه 90 دقیقه که در پیش باز بهترین مربی و بهترین فوتبالباز ماه ایول معین کرده میشد. اکنون توجه میکنیم به سه نامزد برای بهترین مربی ماه ایول. این نامزدها از باشگاه فوتبالی ارتش، دسته استقلال و خوجند هستند. سرگئی ژیسکی، ویتالی لفچنکو،
ва Рустам Хуҷаев. Воқеан ҳам ҳар се инҳо арзанда ҳастанд барои ба даст овардани ҷоизаи беҳтарин мураббии моҳи июл, вале тибқи фарзияи шабакаи варзиш ҷоиза насиби сармураббии клуби марказии варзиш Артиш Сергей Житский шуд, ки ӯ беҳтарин мураббии моҳи июл аз ҷониби шабакаи варзиш эътироф гардид. خب دوستان عزیز، همچنین سه نامزد برای به دست آوردن بازیگری ماهی ایول عین حال پیشبری شدند طبق فرضیه شبکه ورزش. اینها ایلهام باروتوف از دسته استرافشان، الچیبک رشیدبکوف از دوشنبه 83 و شیروانی محمدشویف از کلوب مرکزی ورزش ارتش. هنرنمایی این سه نفر را مخلصان و هواداران فوتبال خوب در یاد دارند که چگونه در دورهای هشتم و نهم چمپیونات تاجیکستان با گل‌های زده خود با دسته‌های خود امتیاز به دست آوردند. ولی از روی گیم که فرضیه شبکه ما بهترین بازیگری ماهی ایول نیم‌فیزدگری دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش شیروانی محمد شویف گردید. مبارک باشد شیروانی با این جایزه که او به دست آورد. شیروانی واقعا هم عالی هنرنمایی کرد، چطوری که ما بالاتر اشاره کردیم. در دو بازی مؤلفی 4 گل شد و 6 امتیاز مهمی دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش رو به دست آورد. و این بود دوستان ارجمند بهترین و جایزه‌داران اساسی ماهی ایول از روی فرضیه شبکه ورزش که معین شدند: گلی بهترین ماهی ایول، بهترین مربی ماهی ایول و بهترین بازیگر ماهی ایول. مرحله دوم چمپیونات تاجیکستان 8 و 9 август эҳтимол аст баргузор шавад, баъд аз он ки бозиҳои плей-оффи ҷоми тоҷикистон ҳам дар оғози моҳи август доир мешаванд, якчанд бозиҳо, ва ҳатман мо дар барномаҳои худ ҳам роҷеъ ба рақобатҳои муҳими ҷоми тоҷикистон гуфта мегузарем. Ва ҳоло бояд таваҷҷӯҳ мекунем ба ҷадвали чемпионати мамлакат баъд аз 9 даври мусобиқа, ки кадом дастаҳо дар кадом мавқеъ гирифтанд. Истиқлол дар ягон бозӣ ба бохт рӯбарона шудааст бо 25 имтиёз дар ҷои аввал, Хуҷанд бо 19 имтиёз ва камтар аз 6 хол аз тими Истиқлол дар зинаи дуюм меистад. Хатлон дар зинаи сеюм бо 18 хол, клуби маркази варзиш Артиш дар зинаи сеюм, Кӯктош дар зинаи клуби маркази варзиш дар зинаи чорум, Кӯктош дар зинаи панҷум, Душанбе 83, Фаизканд Регатада зинаҳои шашум, ҳаштумро ишғол карданд ва Истарафшону Локомотив Помир ки имтиёзи якхела доранд дар зинаҳои поёни ҷадвал мавқеъи худро устувор карданд. дӯстони азиз, ин барномаи 90 дақиқа буд ки роҷеъ ба рӯйдодҳо ва ҳаводиси моҳи июл ба манзури шумо гардид. беҳтаринҳо гуфтем бо فرضیه شبکه ورزش اعتراف شدند، اعلام گردیدند. فکر میکنم همه اونها ارزنده بودند برای بهترین شدن در ماه ایول. برنامه 90 دقیقه در نشرهای دیگر هم در هفته دیگر هم به منظور بیننده ها می شود و ما راجع به حساسیت و بازی های در پیش ایستاده مرحله دوم چمپیونات صحبت خواهیم کرد. تا برنامه های دیگر صحتمند و پیروز باشید.